دقیق و بی‌طرفانه. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM. سلام، صدای ما را از رادیوی امروز میشنوید. مولا رجب یوسفی هستم با تازه ترین خبر و گزارش های امروز ساعت در دوشنبه 8. مقامات شرکت برق تاجیک گفتند که در حال حاضر پیشنهاد افزایش قیمت نیروی برق در وزارت اداره‌های حکومتی تاجیکستان بررسی می شود، اما حالا معلوم نیست این افزایش چند درصد خواهد شد. میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک در نشست خبری در روز 1 آگوست دلیل این امر را به خراجات نگهداری سیستم انرژتیکی کشور مربوط خواند. او گفت فعلا پیشنهاد بالا بردن ارزش نیروی برق در تاجیکستان از جانب خدمات انحصاری با وزارت اداره‌ها بررسی شده و تصمیم افزایش قیمت نیروی برق را حکومت خواهد گرفت. بنا به اطلاع منابع غیر رسمی امکان دارد در سال جاری قیمت نیروی برق در تاجیکستان تا 15% بالا رود. سال گذشته ارزش نیروی برق در کشور 16% افزایش یافته و فعلا 1 کیلووات نیروی برق به اهالی بیش از 14 درم به فروش می رود. قانونگذاران پاکستان با جای نواز شریف که هفته گذشته از مقام برکنار شد، نفری نزدیک به او شاهد حقان عباسی را نخست وزیر انتخاب کردند. حزب لیگ مسلمان‌های نواز شریف روز 1 آگوست با استفاده از برتری خود در مجلس ملی عباسی را با 225 رای به کرسی نخست وزیری نشاند. رقیبان عباسی در این سابقه سعید نوید قمر از حزب مردم پاکستان 44 رای و شیخ رشید احمد از حزب تحریک انصاف 33 رای به دست آوردند. وزیر پیشین نفت شاهد حقان عباسی تا زمان نخست وزیر خواهد بود که شهباز شریف برادر خردی نواز شریف به اشغال این مسند آماده شود. شریف خردی که فعلا وزیر ارشد ولایت پنجاب است، برای نشستن به کرسی ریاست باید در انتخابات میان دوره پارلمان پیروز شود. این روند حدود 2 ماه را در بر میگیرد. ایالات متحده آمریکا علیه رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو تحریم جاری کرد و او را دیکتاتوری نامید که به دموکراسی کشورش تهدید میکند. واشنگتن تحریم را روز 31 ایول، یک روز پس از رایدهی تأسیس ساختار قانون اساسی اعلان کرد که به گفته منقدان هدفش فشار بر پارلمان تحت نظارت مخالفین است. تحریم ایالات متحده آمریکا که آن را وزارت مالیه اعلان کرد، دورایهای نیکولاس مادورو را مسدود و از همکاری افراد آمریکا با او جلوگیری میکند. رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو روز 31 ایول در یک نمایش تلویزیونی گفت: امروز امپراتور دونالد ترامپ علیه من همچون پرزیدنت جمهوری ونزوئلا قرار کرد. این قرار ناتوانی او، بدبینی او، خصوصیت او همچون یک سرمایه‌دار امپراتور ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌کند. آوازه روز 30 ایول در ونزوئلا در پس منظر خشونت و اعتراض‌های گسترده جریان گرفت که دست کم 10 نفر را قربان کرد. روز 1 آگوست در دادگاه ولایت مسکو هنگام مرافعه گروه متشکل جنایی معروف با نام بند GTA تیرپرانی رخ داد. با گفته تفتیشات 5 گمانبر به 2 نگهبان در لیفت حمله کردند. 3 حمله‌گر کشته شده، 2 نفر دیگر با زخم‌های وزین به بیمارستان انتقال یافتند. در این حادثه سربازان گارد روسیه نیز زخم برداشتند. در پرونده بند GTA 9 نفر حضور دارد. آنها با سلسله کشتارها در دوام سال‌های 2012-2014 در شهرهای ام4 دان متهم می‌شوند. با گفته تفتیشات این گروه دست کم 17 نفر را کشته، 2 نفر دیگر را زخمی کرده است. چین میگوید که مسئولیت تشنج افزا در نیم جزیره کره به دوش واشنگتن و پخینیان است، نه پکین. در این باره خبرگزاری ریترز روز 1 آگوست از قبل لیو تزئی نماینده چین در سازمان ملل متحد گزارش داد. لیو تزئی گفت تنها تلاش چین برای دسترسی به نتیجه واقعی کافی نیست، زیرا اعتدال افزا در منطقه از 2 طرف اصلی آمریکا و کره شمالی وابسته است. با گفته دیپلمات چین مسئولیت تشنج افزا در نیم جزیره کره بر دوش واشنگتن و پخینیان است که نمیخواهند گفت و شنید را از سر بگیرند. نشر دیدگاه‌های مختلف و متضاد 107.4 FM. در یک نمایشگاه فروش لباس‌های مکتبی در شهر خوجند به 200 کودک یتیم و از خانواده‌های نادار لباس مکتبی تقدیم کرده شد. هر سال در آستانه سال خانش در همه گوشه‌های تاجیکستان نمایشگاه فروش لباس‌های مکتبی برگزار می‌شود. مومن احمدی گزارش را ادامه می‌دهد. مایرام اکیمبکова ساکن خوجند از جمله افرادی است که برای 3 نویرش نرگس و عبدالمطلب و عایشه لباس مکتبی به پول گرفت. او روز 1 آگوست گفت این کودکان مادر ندارند و تربیتشان بر عهده اوست. بی مادر بودم و من کلان که داشتم مادرشان نیست. درست هر یک خودش کار میکند و ایلوچ که نمیرسد. مایرام اکیمبکова میگوید برای خریدن تنها سر و لباس 3 خواننده مکتب
حداقل 600-700 سومانی ضرور است و حالا شدند که آن را به پول دریافت کردند. رحمت‌های کلان رئیس شهر و ما وایکدیم خرسان شدیم. در اداره معارف شهر خوجند گفتند که در مرکز ولایت سوخت مثل نبیره‌های اکیمبک و 600 مکتبخانه یتیم و از عائله‌های کم‌بیزاد نام‌نویس شدند. طبق دستور وزارت معارف و علم تاجیکستان، خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات همگانی به درس‌ها باید حتما با لباس یگانه مکتبی حاضر شوند. سال گذشته حدود 500,000 خواننده مکتب‌های تحصیلات همگانی ولایت سوخت روز 1 سپتامبر با لباس‌های نوی مکتبی به درس حاضر شدند. امسال بحث‌ها میان والدان خوانندگان و معلمان سر آن داغ بود که آیا برای سال نوی تحصیل باز هم برای فرزند خود لباس نو خرند یا ممکن است لباسی را که سال گذشته خریده و کهنه و فرسوده نشده است در سال نوی تحصیل ببر کنند. نصیبه امینو و یک ساکن شهر بوستان 2 پسر مکتب خوان دارد که یکی ختم کننده و دومی به صنف هفتم می رود. او در کارخانه به حیث فراش کار میکند و شوهرش در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد. نصیبه امینو میگوید حالا تصمیم نگرفتند که به پسر خردی نیز لباس مکتبی بخرند یا با لباس کهنه‌اش سال تحصیل را استقبال بگیرد. او گفت فرزندها هفته بازدگار اخر آقای نمیپرد دوسته بازدگار خیلی دوسته سی تلفن قیمت میپرد معاشی زندگی ایدیس خیلی گلچهره امانو و ساکن دیگری خوجند میگوید به نرخ لباس مکتبی که حدود 200 سومانی را تشکیل میدهد اراده ندارد، اما میگوید متاع صنعی است و به کودکان ضرر دارد. ولی کارخانه‌هایی که لباس‌های مکتبی را تهیه میکنند متاع‌های پختگی و پشمی را برای دوختن لباس شاگردان مکتب‌های تحصیلات عمومی به کار نمیبرند، زیرا نرخ لباس به مراتب گران میافتد. در ولایت سوخت معاش میانه اهالی حدود 970 سومانی است. قسمت اساسی ساکنان قابل شغل بیکارند و کمی کم از شماره عمومی زنان و شوهران هر دو کار میکنند و معاش میگیرند. از این رو خریدن حتی یک دسته لباس و لوازمات خانش برای فرزند مکتبخوان خود به برخی خانواده‌ها گران میافتد. عاصم کریمزاده مدیر معارف سوخت گفت امسال به خاطر سبکی به والدان خوانندگان وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو دستور داده است نقشه دوختن لباس‌های یگانه مکتبی برای خوانندگان ولایت سوخت 1 برابر کم کرده شود. همین طور به قول مدیر معارف سوخت امسال همه خوانندگان برای خریدن لباس نو مکتبی مجبور کردن نمی‌شوند و برخی می‌توانند 1 سپتامبر با لباس سال گذشته خود به مکتب روند. مومن احمدی بود که درباره تقدیم لباس مکتبی با 200 کودک یتیم در شهر خوجند گزارش میداد. تلویزیون دولتی ازبکستان بعد از تقریباً 1 سال درگذشت رئیس جمهور نخستین این کشور اسلام کریموف در یک برنامه تحلیلی از سیاست‌های او انتقاد کرد. اسلام کریموف که بیش از 25 سال جلوی قدرت در این کشور آسیای مرکزی را در دست داشت، ماه سپتامبر سال گذشته بر اثر سکته مغزی درگذشت. شهلا گلخوجه در این باره جزئیات بیشتر می‌دهد. این برنامه در ارتباط با 60مین سالگرد زادروزی شوکت میرزیویف پرزیدنت کنونی ازبکستان شام 30 ایول توسط شبکه دولتی ازبکستان 24 پخش شد. در گذشته نه چندان دور قدرت‌های اقتصادی جهان ازبکستان را تنقید و ملامت می‌کردند. دانشمندان ما را از نگاه اقتصادی کم سواد می‌دانستند. امروز باید روی راست گفت که همه این به سیاست پولی ما دخل داشت. ما بازار سیاهی اسعار داشتیم که شرمندگی بود. این مانع رشد کشور ما بود. با تشبث رهبریت کنونی این وضع اصلاح می‌شود. هرچند در برنامه مشخصاً از اسلام کریموف نام برده نشد، مؤلفان گزارش سیاست‌های او را به باد انتخاب کشیدند. در این برنامه پرزیدنت قبلی ازبکستان برای راه اندازی سبقت کی زورتر با همسایه‌ها نیز عیبدار گردید. مؤلفان برنامه گفتند حالا پرزیدنت شوکت میرزیویف تلاش دارد که گره این معما را با همسایه‌ها باز نماید. در دوران رهبری اسلام کریموف ازبکستان با همسایه‌های دیوار به دیوارش چون تاجیکستان و قرقیزستان روابط خوبی نداشت. بعد از مرگ او روا از طریق راه‌های زمینی ساده‌تر شده پس از 25 سال تنفس پرواز هواپیما میان دوشنبه و توشکنیس به راه مانده شد. به گفته مجری برنامه در 9 ماه اخیر با همسایه‌های نزدیک مسابقه کی زورتر راه اندازی نکردند و روابط صمیمی و با اعتماد اعلان کردند به مناسبت‌های با اعتماد کشورهای آسیای میانه با ازبکستان سبب شده است. از دعواهای چون تزور هستی یا من صرف نظر کرده مسائلی که برای صلح حل خود را نمی‌یافتند نظیر مسائل مرزی بهبود یافته است. در دوران رهبری اسلام کریموف و تا پس از تقریبا 1 سال وفاتش در ازبکستان از سیاست او انتقاد صورت نگرفته بود. بخصوص در تلویزیون رسمی آن کشور همیشه از اسلام کریموف ستایش می‌شد. در برنامه تحلیل نامه در مورد وضع بحرانی هر بخش
بخش در زمان کریموف تاکید و گفته شد که میرزیویف در مدت 8 ماه اصلاحاتش وضع را تا اندازه به اعتدال آورده است. در این برنامه تلویزیونی تاکید شده است که در دوران اسلام کریموف سیاست ارضی یا پولی باعث ملامت شدن ازبکستان گشته بود. واکنش بینندگان در نسبت این برنامه گوناگون بوده است. برخی روزنامه‌نگاران پس از تماشای آن از ستایش‌های میرزیویف ناراحت شدند. برخی دیگر میگویند که از این انتقادها نسبت کریموف رنجیدند. گزارش شهلای گلخواجه را شنیدید. صحیفه ما را در یوتیوب با نام آزادی ویدیو مشاهده کنید. آزادی ویدیو نمای از واقعیت‌های روز است. شما خبر و گزارش‌های رادیو آزادی را روی موج 107.4 FM در پیشنهاد ایمان مولا رجب یوسفی شنیدید. تفصیلات بیشتر این مطلب را می‌توانید در این سراغ azadi.org بخوانید و تماشا کنید. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM